سلام سلام سلام. آقا صبح روز سوم برام سر همچنان خواب. آره چرا اینا مغازه‌شون باز نمیکنن اصلا، انگار خستن، نمیدونم نیستن اصلا کار. اومدیم مجموعه تفریحی تلکابین و اینا و هیچی هم نخوردیم، گفتیم یه اینجا چیزی میخوریم ولی دوتا هم کافه هست ولی هیچ کدوم باز نبودن. آره. یه سوپرمارکت بود که رسما خالی بود، فکر کنم باید جنس می آورد اصلا یه مقدار داخلش. 4 تا دونه چیز 4 تا دونه پفک، هیچی دیگه نداشت. بعد خیلی هم دکاپوزش بالاست بگیرش مثلا اینه ولی هیچی توش نیست. بعد یه چی دیگه ناامید کننده بود، رفتیم یه کیک و ساندیس یه کیک آب میوه گرفتیم و خوردیم که خیلی هم شیرین بود. من اصلا کاملا نتونستم بخورم، فقط برای اینکه نمیریم گرفتیم. بعد دیگه چی؟ هیچی دیگه تو راه هم که داشتیم میومدیم همچنان همه مغازه تقریبا به جز چند تا سوپری و حالا این مثلا یه واقعا تو 10 تا مغازه 2 تاش بازه. نمیدونم چرا کجا اینا خودشون هم فکر رفتن مسافرتی جایی شاید ولی هیچکی نیست. بعدا اومدیم اینجا تلکابینش هم هنوز شروع به کار نکرده بود، با اینکه زده بود از 9 ولی ما 9:30 اینجا بودیم نبود هنوز. الان تازه اعلام کرد که میتونین بیاین مثلا بلیط بگیرین. یه لباس فروشی هم رفتیم، چی بود اسمش؟ نوربرت؟ نه اینا رفتیم آره نوربرت. بعد از این مارک و اینا مثلا برشکا و این چیزا داشت ولی همه داشتن جارو میکردن، هیچ که توش نبود جز مثلا اونا که داشتن جارو میکردن با من دوستان که ما داشتیم اونجا میتابیدیم بلکه کافه باز شه که آخرم کافه باز نشد. همین دیگه. حالا بریم بلیط بگیریم تلکابینو بگیم نسترش که تا کجا میریم تا اون بالای بالا اگه پیدا باشه که من چیزی نمیبینم ولی امیدوارم که بچه‌شو ببینم. فکر باز باشه کافه. چه این کافه بود که هوا پرش پر دقیقه نیست به نظر. رستوران پلازا، مطعم پلازا. نیست. سلام خسته نباشید. 2 تا بلیط اگر میشه. چرا که داره نبست؟ خودش میبنده بشی هم نده ازش تعداده های از چشمم برو من میبینم هوا فکر نکنم اگه بود دوم میگم از قصه نگه همیدش یا ما دیگه کردیم
خب بتا بیا. خب بچه ها بالای بالا آره هیچ هم راحت نمیکنه میگه بیا پایین چون نمیتونم بیا و اینجا رو بگی اینجا رو بگی بچه ها چه خوش شده چرا شده اسکای لانچ میخوای اینجا ماهی بخور اسکای لانچ ببینیم چیه قشنگ که من خیلی بچه تا حالا اینجوری از خیابون رد شده بودیم فکر کن هر روز که میخوام برم سر کار کجا پل هوایی تلکابین بچه شهر بازیشو بگیر این دایناسوره ترسناک هر چقدر شیره گوگولیه داره شیره پس اون که نه چی میخواد؟ سقوط آزاده اونه؟ آره اونه چه سقوط آزاده هم ببینی؟ این تابزه اینجوری هم دوست دارم از که میره بالا میتابه تصفه همینجوریه که همون جایی که هست میتابه یه ذره مثلا 1-2 متر فوقش بره بالا تو ملک شهر نه خود تو شهر رویا میره بالا یه آره تو شهر رویا میره بالا ولی ملک شهر همون جایی ولی به نظرم کلا دیگه شهر بازی های ایران اون شور و شوق سابقه نداره الان یادمه که مثلا کوچولو بودیم با مثلا دخترم و اینا کوچولو بودیم میرفتیم میبردنمون مثلا دم ورودی انقدر صدا جیغ و بازی و آهنگ اومد که آدم به وجد میومد و الان اینجوریه که اصلا یا هیچکی نیست بازی خالی بر خودش بی خودی داره کار میکنه صدا جیغ اینا هم که هر دفعه از اون تاییه مثلا و همین کارتینگ بعدم وسایل فرسوده شده هرچی پیش میره بعد چون که مثلا اونجوری نیست که حالا بدونیم که هی اینا رو عوض میکنن درست میکنن بروز میکنن هی ترسناک و ترسناک تر خیلی که بله از مایی چیچت آروم میره پنجره رو میتون ببند بسته باز خودش باز خب یه عکس ترسناک فکر کنم ازمون گرفت با این نوره بویا کاش با آروم میومد دیگه فچ نچونه بوی این صدا خیلی ترسناکه چرا این صدا میده؟ یه تو ایسکاش که میرسی شوتمون میکن دست من خز پاشته چقدر ترسناکه آره بچه مبارکم ترس آره واقعا میدونی هیچ صدایی نیست بعد رفتی وسط عمقی که مثلا همینطوری قابل دسترس نیست تو طبیعت سر و بازتون از کابین بیرون نیارین دخانیات چیزه ممنوعه اگه توقف کرد آرامش خودتون رو حفظ کنین و منتظر حرکت مجدد بشین از راه رفتن و تکان دادن کابین خودداری کنین نگفته که جفتتون مثلا دو بر بشین یا یه بر بشین اینجوری بیشرانه تو چه سرد شد
بچه ها ما وافل خریدیم این چی هم گیرم نایمد که بخوریم ما داشتیم وافل بخریم و سوختیم لبم تامون داغ سوختیم شد یعنی یهو مادام گاز بزنم این پرید بیرون چسبیده لبم و خیلی سوزناک بود. ما دیگه خول شدیم وای خیلی اون بالا سوتاکور بود. آره پشه پر نمیزد بچه البته آرامشش خوب بود ولی کلا نتیجه مار داشت مار گذاشته بود در عکس. نتیجه اخلاقی یه سری جاها یا باید دست جمعی زیاد بیان یا یه تایمی بیان که شلوغ باشه. یکیش مثلا تلکابین رامز یعنی تو صفحه ایسیم بهتره اینه که بیاین خلوت باشه بریم بالا. آره چون پایین که هیچی نبود رفتیم بالا هیچی نبود. چرا که منظره ببینیم وافل هاشم خوشمزه نیست نخوریم. وافل هم نخوریم بچه افتضاح